سلام و درود خدمت ورزشکارایی که تصمیم گرفتن بهترین ورژن خودشون رو بسازن. من روزبهم و اینجا کانال خودتونه. شاید شما هم مثل من کارمند یک شرکتی باشین که بیشتر تایم‌های کاریتون رو پشت یک سیستم باشید و به اصطلاح پشت میز نشین باشید. خب در بلند مدت طبیعیه که گردن درد، کمر درد، گرفتگی عضلات پشت سرشانه، پشت کمرتون رو احساس کنید. حالا چاره چیه؟ با من همراه باشید. امروز میخوایم 3 تا حرکت طلایی رو با هم مرور کنیم که با انجام دادنش جلوی این خستگی مفرط رو میگیره و در بلند مدت طبیعتاً جلوی آسیب گرفتن‌های بدنی و ضعف‌های جسمانی شما رو میگیره. پس با من همراه باشید تا با هم مرورشون کنیم. بزن بریم. حالا که تا اینجا با چشای قشنگت نگام کردی، یه لایک مهمونم تا خستگی منم در بره. نه اول لازم بود که واقعا از شر اون لباس‌ها اینا خلاص شد. خب برای حرکت اول روی میز بشینید، دستاتون رو به شکل 7 باز کنید، برش گردونید طوری که شستاتون موازی زمین باشه. بعد میذارین پشت کمرتون به این حالت، خم میشین و آرنجاتون رو میارین لای 2 تا پاهاتون و تا جایی که براتون خوشاینده و درد نداره زانوها رو به سمت آرنجا فشار میدید به این حالت. یادتون نره که سرسینه نباید حالت قوس باشه و به سمت پایین رو نگاه کنید. دوباره به این حالت سعی کنید 3 بار 4 بار این حرکت رو با کشش 10 تا 20 ثانیه انجام بدید و ما بین ستاتون میتونید یه قلوب 2 قلوب آب هم میل کنید. خب شاید یه سری از دوستامون مشکل چاقی شکم و پهلو و اضافه وزن داشته باشن و انجام این حرکت براشون خیلی راحت نباشه. اصلا اشکال نداره، بیا تا جایگزینش رو بهت بگم. حرکت اولمون چیه؟ دستامون رو به شکل 7 باز میکنیم به این حالت، بعد برشون میگردونیم. توجه کنیم به شرطی که شستای ما موازی زمین باشه. بعد میذاریم پشت سرمون و خم میشیم به سمت پایین با زانوهامون با این قسمت به آرنجامون یک فشاری رو وارد میکنیم. توجه کنیم که این فشار باید تا میزانی باشه که برای شما خوشایند باشه. فشار میدیم، میایم بالا، دوباره خم میشیم با زانوهامون فشار میدیم، 10 تا 20 ثانیه نگهش میداریم، دوباره میایم بالا. حرکت دوم اینجوری میشینید، به سمت جلو میاین و خودتون رو به مدت 30 ثانیه منقبض میکنید. توجه داشته باشین که کاملا ستون بدنتون کشیده باشه و صاف باشید. به این حالت خم میشین، پاها رو جمع میکنین، دوباره پاها رو جمع میکنین. این حرکت رو میتونین توی 3 ست تکرار 10 تا 12 تایی انجام بدید. بهتون نره که بین 3 تا حتما بخورید. حرکت سوم به این حالت که روی صندلی نشستیم، انگشت اشارتون رو جلوی چونتون میگیریم موازی باهاش. جلو میاین، میاین جلو، جلو عقب. تموم شد؟ نه. راست چپ، راست چپ، دوباره راست چپ، راست چپ. توجه کنیم که این انگشت برای کاملا موازی ساختن سر شما با انگشتتونه و کاربرد دیگه ای نداره. پس یه بار دیگه، جلو عقب، جلو عقب، راست چپ، راست چپ. حالا به این نحو راست چپ، راست چپ. این حرکت هم میتونین 3 ست و برای هر جهت 6 تا 9 تکرار انجام بدید. امیدوارم که از این تمرینای پشت میزی خوشتون اومده باشه. اگر که ذره‌ای تونستم مطلب مفیدی رو بهتون انتقال بدم، ممنون میشم که ساب و لایک و کامنت یادتون نره و توی کامنت ها برام بنویسید که یکی دیگه از حرکت‌های عالی که به حفظ و اصلاح کمر کمک میکنه چی هستش. قول میدم که همه رو بخونید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعد فیتنس بریم.